قبول داره، برادری ما هست. آل عیسوی مسلمان شوه، آی در خانه عیسوی پیدا، برادری ما هست. وقتی که حق قبول کنه، اهل سنت بچه های حق هست، بچه های دلیل هست. در کجا که دلیل هست اونجا میره. این نیست که پدری ما چی میکنه، مادری ما چی میکنه، پدر در کدام خانه پیدا شدیم. این نیست برادری عزیز. با ما آل بسیار اهل سنت هست که منحرف هست از قرآن، ما قبول ندارم. آل بسیار به نام اهل سنت انسان ها هست که خلاف قرآن، خلاف دین، خلاف اسلام عمل میکنه، ما قبول نداریم. همین مردم ما بچه دلیل هستم، دلیل که در قرآن و سنت هست و صحابه هست و اهل بیت. پیش ما که قرآن دلیل بیاید برادری عزیز، ما میگیم که با دو چشم پیش ما قبول هست و ما قبول میکنم. ما نمیگیم که والله یکی هست یکی هست. نه خیر، هرگز اهل سنت عقیده نداره که پیروی یک کس و دیگه کس باشه. نه، پیروی دلیل هست اهل سنت و جماعت. الحمدلله خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فکر نکنم اشیاء و سنی را گفته باشه. این بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم سعی کنید او ضرورت نداشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از رحلتشون فکر کنم این به وجود آمد. نه، بعد از رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، بعد از رحلت نامد، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام پیش آمد. مذهب به وجود آمد. نه، باز توهین صحابه را شروع شد و قرآن آلی که تو امهات المؤمنین قبول نداری اما عقیده پیدا شد، آلی که تو صحابه را قبول نداری اما عقیده پیدا شد، دیگه با تحریف قرآن اما عقیده پیدا شد. ای کاش که شما شیعه امام علی باشید. اون نیستی. خب ما هستیم. چرا شما شیعه امام علی هستیم علیه السلام؟ به زبان میگی امام علی علیه السلام چی؟ امام علی آل شما عمر را قبول نداری. امام علی هو دختری خودش با عمر داد، دختری فاطمه الزهراء صلوات الله علیها با عمر داد، به نکاح داد، ازدواجش کرد. آل شما عمر را قبول نداری. این چه رقم شیعه علی علیه السلام هستی؟ او برادر بلیاز خدا خنده نکنین، والله بسیار خنده. خنده نکنه کسی. چی خنده؟ ما شیعه علی هستیم. چه رقم شیعه علی هستی؟ شب و روز با عمر لعنت میگی، شب و روز با عمر توهین میکنی و علی رضی الله عنه با عمر رضی الله دختر داد ام کلثوم. میشه والله دیگه این قصه ای است که گفتم که مثلا 1400 سال پیش ما برش احترام داریم، ولی شما میگن برای ما عبدالهادی برادری عزیز یک چیز قطعی ما قبول بکنی. راضی هستی؟ یک چیز، یک بچه دلیل جور شو. والله بچه قیل و قال جور نشو. والله پلانی ای میگه، پلانی ای میگه، پلانی ای میگه، پلانی ای میگه. نه خیر، بچه دلیل در کدام جایی که دلیلی قرآن پیدا کردی، دلیلی رسول الله را پیدا کردی، اهل بیت پیدا کردی، امو قبول بکنی. لیکن امو دلیل باید در میزان باید چی کنید؟ میزان تلی تسوی په فارسی کی ترازو در ترازوی قرآن و در ترازوی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم باید چی کنید که این دلیل حق هست یا نه. فهمیدی علی؟ خب گپتون درست است، ولی کسی که نماز بخونه، کسی که خداوند بپرسته، کسی که پیغمبر قبول داشته باشه، کسی که قرآن قبول داشته باشه، این کافر است؟ مهم عقیده هست برادری عزیز. امیه اینول که مثلا کسی قضاوت میکنه میره میگه مهربانی قریسه علی گوش بگیر برادری عزیز. هندو هم نماز میخونه، عیسوی هم نماز میخونه، کلمه نمیخونه. کجا هندو نماز خون؟ کجا نیست نماز؟ او نماز مذهبی خودش نماز داره، در مذهب خودش نماز داره. او برادر باید نماز نباشه، دعا باشه، عبادت باشه، شاید دعا باشه. هر چیز او نماز میگه، او مختلف فرق در مذهبش است. نماز عیسوی علی نماز میخونه، قرآن میگه که اون نماز داره، یهودی هم نماز داره. هر یعنی از اسلام بغیر دیگه مذاهب که همه نماز داره، کلمه میخونه و دیگه چیز. مهم عقیده هست برادر عزیز، مهم عقیده هست. علی مثلا علی شما شب و روز میگه که یا علی مدد، میگه یا نمیگه؟ من نمیگم یا علی مدد، من میگم السلام علیک یا علی علیه السلام، سلام میفرستم برش. یعنی عقیده داره که او میشنونی؟ خب این یک سلام است میفرستیم، ما شاید دعا بکنیم. ما سلام میپرسی، یعنی چی؟ این عقیده داره که او میشنوه، ما جواب میده یا دیگه چیزا؟ چی رقم میپرسی؟ او یک احترام است، به چیز میگه قسمی که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم احترام داریم، صلوات میفرستیم، به او هم سلام میفرستیم. سلام بفرستید، لیکن همش علی شما علی ما نمیفهمیم که تو چی بلا هستی. از کتابای خودت انکار کردی و عقاید شیعه قبول نداری. بسیار اگر ما میگیم تو که ما نماز میخونیم، خدا را میپرستیم، قرآن را میخونیم. چند وقت نماز میخونی؟ 5 وقت. بده چند وقت؟ کسی که 30 وقت میخونه این چی هست؟
خب ما کسم پیشین و ظهر یک جای میخونم، شام و خفتن یک جای میخونم، صبح علیده میخونم که مثلا ولی میخونم اما نیت معمول مثلا وقتش میخونم. در کتب شما میاد که یک روز امام علی علیه السلام رفت و اما افتاب پایین شد در کوه، باز افتاب واپس بالا آورد. از خاطر چی آورد؟ فکر نکنم امام علی علیه السلام چه قدرتی داشته باشه که افتاب بالا بره. در کتب شما از میگه نماز عصر نخواند و اگر علی از کتب شما به شما از امام علی ثابت کردم که امام علی علیه السلام به همه مردم گفت که نماز در وقت خودت، و از رسول الله ثابت کردم در کتب شما در وقت خودت. قرآن میگه که در وقت خودت نماز بخوانید. ان الصلاه كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. نماز ظهر در ظهر، نماز عصر در عصر، و نماز خفتن در خفتن، و نماز مغرب در مغرب بخوانید. قرآن میگه و امام علی علیه السلام در کتب شما میگه که در 5 وقت نماز در 5 وقت بخوانید. چرا نمیخوانید؟ 5 وقت میگن ملا سمیال یک وقت خوانده نمیشه. به خدا کسی که بخواد بخونه او یک راز و نیاز امرای بنده و خدایش است. درست است؟ او نمیشه بر تو ثابت کنید. علی ما تو کار ندارم، نیاز و پیاز و غیره و غیره چیزا را دال و دیگه چیز ما نمیفهمم. علی امام علی علیه السلام به مردم نصیحت کرد و گفت که ظهر در ظهر بخوانید، عصر در عصر بخوانید. قبول داری؟ قبول است. چرا نه؟ سر کرد 5 وقت نماز در 5 وقت بخونه بسیار خوب، گپ خوب است. ما قبول دارم. برای ما علی یک دلیل برای ما بیتی که امام علی علیه السلام 2 وقت نماز در 1 وقت خواند. میتونی برای من نشانه بدی؟ نه اینا نمیگم برای شما، ولی اینا برای شما میگم که من را قبول دارم که 5 وقت نماز در 5 وقتش بخونه. هر کسی که بتونه بخونه سر وقتش فرض هست. کسی که تغییر بکنه مسلمان نیست. واجب است. کسی که تغییر بکنه بلا عذر، کسی که بگوید بلا عذر که ما والله نماز عصر و ظهر اگر نماز بخوانم ای قبول نیست. اگر بگوید که ای به ما حلال است و مسلمان نیست. والله گینول ما میگم شما قضاوت میکنید مسلمان است. سیکو ما شما باید عبادت خداوند متعال برضای به مرضیت خداوند متعال باید ادا بکنیم. خب پس همین قضاوت خداوند میکنی یا ما شما بکنیم سر هم دیگه؟ یعنی بنده خداوند متعال در قرآن کرد کسی که از این چیز منکر شوه، از این چیز منکر شوه، از این چیز منکر شوه او مسلمان نیست. پس خداوند بخشنده و مهربان هم است. خداوند میبخشه. درست است؟ او مهربان هست، لیکن وقتی که شما یک عقیده خوب داشته باشید و اوامر خداوند متعال را قبول بکنید، خب ما قبولش داریم. شما سعی کنید و یک گناه هست، یک مسائل عقیده هست برادر عزیز. عقیده مهمترین چیز هست. سعی کنید اگر آل شما 5 وقت نماز نیست 50 دفعه نماز در روز بخوانید و بگید که ما 50 دفعه نماز میخوانیم، اگر عقیده شما درست نباشه هیچ به دردت نمیخوره. هیچ به دردت نمیخوره. هر عبادت که میکنی به یک عقیده باید خوب داشته باشید. این قولی سوی فکرم بین خود یک بنده و خدایش است. دیر اصلا کس دیگه نمیتونه اینو بفهمه. اولا مثلا ما اگه نماز بخونم تو نمیتونی عقیده مرا بفهمی. درست است؟ نه عقیده چرا نمیفهمم؟ تو میفهمی عقیده مرا؟ سعی کنید. نه تو میفهمی که درون ما چی عقیده چی چیز نه ظاهر میفهمم و برادر از اعمال خودت میفهمم. خب پس تو باید قضاوت بکنی مرا. تو از دل تو ما خبر نیستم، خداوند خبر است، لیکن ما از اعمال شما ما خبر هستم، از کتب شما ما خبر هستم. علی سعی کنید شما یک نماز دارید در کتب خودت که 2 رکعت نماز به فاطمه به خاطر فاطمه را بخوانید و در سجده بگویید که یا فاطمه اغیثینی، ای فاطمه مدد ما را بکنید. و خدا قسم که مشرکین مکه متعقیده نداره. ما نگفتیم، ما همچین نماز را نخوانیم که تو میگی. برادر ما در چی کار داریم؟ ما در مذهب اهل تشیع که مذهب شما چی هست، شما دیگه چیز هستی. شما دیگه علی ما به تو میگیم که خداوند متعال به ابوبکر و عمر گفت که مؤمنین هست، تو میگی که ما قبول ندارم. خب ببین ما میگم که این دلیل است، دیر ما نشنیدیم، با کتاب خداوند است. این یعنی کل چیز روی دلیل است در اینجا. علی خوشونیدی که ابوبکر و عمر جنتی هست، قبول داری قرآن یا عالم نداری؟ خب اگر قرآن گفته است، اگر قرآن گفته است قبول است، ما قبول داریم. اگر نیست، اگر مگر بان، اگر مگر چوڑو، اگر مگر چی پرتو، این قرآن میگه که ابوبکر و عمر مؤمنین هست. علی قبول داری؟ قبول است، همیشه قبول بده. این خود چیزی نیست که مثلا ما شما رو بگیم تو مرا بکشی خوب یا که قبول دارم، بگو که قبول دارم. نه ببینید من اینال شما رو میگم که الله اکبر برو. نه ما نمیخوایم که بگیم چیزی. با خدا قسم سیکنید عبدالهادی برادر عزیز، والله اگر 30 سفاره قرآن به شما ما بخونیم والله بازم قبول نداری، بازم قبول نداری. الله اکبر. حدیث ابتابا ډیر نه وخت کلو ستړیم کړی. نه مکه وس د بعضی مسلمانان دلته پوه هسي، د بعضی مسلمانان فهم وګور دی ام المؤمنین چې قرآن وای دا وای لري کوا نه وای کوا صحابه وای نه الله اکبر.
و در دین خود شک داره. الله اکبر. خداوند به ما شما هدایت بده. فی امان الله. السلام علیکم و الله رحمت دې الله. مرسته کوي. الله دې